در روزهای اخیر انتشار گزارشی از سوی یکی از رسانه‌های معتبر چینی توجه بسیاری از تحلیلگران نظامی و علاقه‌مندان به مسائل راهبردی را به خود جلب کرده است. زیرا این گزارش به صراحت اعلام کرده که قرارداد خرید جنگنده‌های J-10 میان ایران و چین نهایی شده و بر اساس مفاد اولیه آن قرار است گروهی شامل 12 نفر از خلبانان ایرانی برای گذراندن آموزش‌های تخصصی و پیشرفته به خاک چین اعزام شوند و پس از طی مراحل کامل آموزشی این نیروهای پروازی به همراه نخستین دسته از جنگنده‌های خریداری شده وارد ایران شوند. موضوعی که نه تنها از نظر نظامی بلکه از زاویه سیاسی و راهبردی نیز اهمیت قابل توجهی دارد و می‌تواند پیام‌های متعددی را در سطح منطقه و حتی فراتر از آن مخابره کند. توجه به این نکته ضروری است که خرید جنگنده‌های مدرن فراتر از صرفاً یک معادله اقتصادی یا نظامی ساده به شمار می‌آید. زیرا این گونه قراردادها معمولاً نشان دهنده تغییرات عمیق‌تری در موازنه‌های قدرت، راهبردهای امنیتی و حتی روابط دیپلماتیک کشورها هستند. به ویژه وقتی که کشوری مانند ایران پس از سالها تکیه بر ناوگان قدیمی‌تر تصمیم می‌گیرد گامی در مسیر نوسازی و بروزرسانی توانمندی‌های هوایی خود بردارد. در واقع نه تنها یک ارتفاع در سطح تجهیزات بلکه یک تحول بنیادین در رویکرد کلی به کارگیری نیروی هوایی در چارچوب راهبرد ملی خود ایجاد می‌کند و این موضوع به خودی خود قابل توجه است. جنگنده J-10 که توسط صنایع هوافضای چین طراحی و تولید شده است، طی 2 دهه گذشته به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای این کشور در زمینه توسعه هواگرهای رزمی شناخته می شود و با توجه به ارتقاهای مداوم و نسخه‌های جدیدی که آن را معرفی شده اند، اکنون در رده جنگنده‌های چند منظوره در آن می‌گیرد که قادر است مأموریت‌های متنوعی همچون رهگیری، درگیری هوایی، حمله به اهداف زمینی و حتی مأموریت‌های پشتیبانی نزدیک را به خوبی انجام دهد. و همین ویژگی‌های چندگانه است که این هواگر را برای کشورهای مانند ایران جذاب کرده است. زیرا امکان تطبیق با شرایط و سناریوهای عملیاتی متنوع را فراهم می‌آورد. آنچه این قرارداد را بیش از پیش حساس و مهم جلوه می‌دهد، نه فقط تعداد هواپیماهای سفارش داده شده، بلکه روندی است که این معامله می‌تواند در آینده ایجاد کند. زیرا بر اساس گزارش منتشر شده، ایران قصد دارد 10 فروند از این جنگنده را در چند مرحله دریافت کند و به این ترتیب برای نخستین بار در چند دهه اخیر شاهد جایگزینی بخش قابل توجهی از ناوگان فرسوده با یک جنگنده مدرن خواهیم بود که از نظر فناوری، قابلیت و کارایی تفاوت آشکاری با هواگرهای موجود در ایران دارد و این تغییر می تواند معادلات نظامی منطقه را در سطحی تازه قرار دهد. نکته قابل توجه دیگر مربوط به آموزش خلبانان ایرانی است که در خاک چین صورت خواهد گرفت و این امر به خوبی نشان می دهد که قرارداد مزبور تنها محدود به تحویل سخت افزار نیست، بلکه انتقال دانش فنی و تجربه عملیاتی نیز بخشی از آن محسوب می شود. و این به خودی خود به معنای تقویت توان انسانی و افزایش آمادگی عملیاتی خواهد بود. زیرا هر چقدر یک سامانه یا جنگنده مدرن پیشرفته باشد، بدون خدمه آموزش دیده و خبره نمیتواند به طور کامل قابلیت‌های بالقوه خود را نشان دهد. بنابراین مرحله آموزش خلبانان و حتی احتمالاً متخصصان فنی و مهندسی یک جزء حیاتی و اساسی از این توافق به شمار می آید. بر اساس گزارش رسانه چینی که به آن اشاره شد، روند آموزش در چند مرحله انجام خواهد گرفت و شامل آموزش پایه‌های پرواز با جنگنده J-10، تمرین‌های عملی در شرایط مختلف آب و هوایی، اجرای مانورهای پیچیده هوایی
و همچنین آموزش تاکتیک‌های ترکیبی خواهد بود که همه این موارد برای خلبانی که بخواهد با یک جنگنده نسل جدید پرواز کند الزامی است و همین مسئله نشان می‌دهد که همکاری دو کشور در این زمینه به شکلی جدی و سازمان یافته پیش خواهد رفت، نه در قالب یک برنامه نمادین یا سطحی. از زاویه دیگر، ورود جیده به ایران به معنای افزایش چشمگیر توانمندی هوایی است، زیرا این جنگنده با بهره‌گیری از موتورهای قدرتمند، سامانه کنترل پرواز پیشرفته و رادارهای چند منظوره می‌تواند سطح تازه‌ای از انعطاف و کارایی را در میدان هوایی فراهم کند و در شرایطی که بسیاری از ناوگان موجود ایران از نسل‌های قدیمی تر هستند، این تغییر می‌تواند شکاف قابل توجهی را پر کرده و به نوعی ظرفیت بازدارندگی هوایی را ارتقا دهد. نکته‌ای که برای تحلیلگران نظامی یک پیام روشن دارد این است که ایران دیگر صرفاً به حفظ تجهیزات قدیمی اکتفا نمی‌کند، بلکه در حال حرکت به سمت تقویت جدی و راهبردی نیروی هوایی است. طبق اعلام رسمی وزارت دفاع چین، جنگنده جیده در نسخه‌های جدید خود توانایی حمل انواع مهمات هدایت شونده، موشک‌های هوا به هوا با برد متوسط و بلند و همچنین بمب‌های هوشمند را دارد و این طیف وسیع تسلیحات امکان انجام عملیات‌های ترکیبی و متنوع را فراهم می‌کند. بنابراین با ورود این هواپیماها، خلبانان ایرانی نه تنها به یک سکوی پرنده پیشرفته دست خواهند یافت، بلکه امکان بهره برداری از تسلیحات مدرن و انعطاف‌پذیر نیز فراهم خواهد شد. موضوعی که اهمیت عملیاتی این قرارداد را دوچندان می‌کند و باعث می‌شود تحلیلگران آن را صرفاً یک معامله سخت افزاری نبینند، بلکه به عنوان یک تغییر رویکرد اساسی بر سیاست‌های دفاعی هوایی ایران ارزیابی کنند. از زاویه دیگر، آموزش خلبانان و انتقال فناوری‌های مرتبط نه تنها توان پروازی را بالا می‌برد، بلکه موجب شکل‌گیری یک بدنه انسانی متخصص می‌شود که قادر است در آینده به آموزش نسل‌های بعدی بپردازد. این امر یک سرمایه‌گذاری بلند مدت محسوب می‌شود و اگر ایران بتواند در کنار خرید این جنگنده‌ها زیرساخت‌های تعمیر و نگهداری بومی را نیز تقویت کند، وابستگی به خارج کاهش یافته و پایداری عملیاتی تضمین خواهد شد. منابع نزدیک به صنایع هوایی چین اشاره کرده اند که قراردادهای مشابه با دیگر کشورها نیز معمولاً شامل بسته‌های آموزشی و پشتیبانی می شود. بنابراین می توان انتظار داشت که ایران نیز از چنین خدماتی برخوردار گردد. این نکته اهمیت زیادی دارد، زیرا پشتیبانی فنی مداوم برای بهره‌گیری کامل از توان یک جنگنده مدرن ضروری است و بدون آن کارایی بلند مدت به خطر می افتد. از منظر منطقه‌ای، حضور جیده در ایران می تواند به عنوان یک عامل بازدارنده عمل کند و سطح جدیدی از موازنه را شکل دهد. هرچند نباید تصور کرد که صرف ورود این جنگنده ها به تنهایی همه معادلات را تغییر می دهد. اما در کنار دیگر برنامه‌های تقویتی، این گام می تواند یک پیام روشن از عزم ایران برای ارتقای توان هوایی باشد. در نهایت، باید گفت که قرارداد اخیر میان ایران و چین صرفاً یک خرید تسلیحاتی ساده نیست، بلکه نشانه‌ای از ورود به مرحله تازه در تحول هوایی محسوب می شود. اگر اجرای این برنامه با جدیت پیگیری شود، ایران خواهد توانست بخشی از محدودیت‌های گذشته را پشت سر بگذارد و چشم اندازی پایدارتر برای آینده نیروی هوایی خود ترسیم کند. به پاس گرامی داشته همراهی شما عزیزان و به افتخار سربازان وطن پرست ایرانی، لطفاً درون کامنت ها یک قلب بگذارید و با لایک و سابسکرایب از ما حمایت کنید.